سلام، خوش اومدید به این ویدیو. این ویدیو قرار بود درست اولین ویدیوم باشه، ولی چون میخواستم اولین ویدیو چنلم با حسین و حسام باشه که ترکید. دمتون گرم، دم حسین و حسام گرم که خیلی خوب ویو خورد. ولی خب این ویدیو بعد اولین ویدیو می بود. چرا؟ چون تازه میخوام راجع به خودم حرف بزنم. اینکه چی شد اصلا اومدم تو یوتیوب. چرا یوتیوب؟ چرا که پول. درسته همه یوتیوبرها میگن نه ما پولش برامون مهم نیست، عاشق یوتیوبیم. آره ما هم عاشق یوتیوبیم، ما بچگی دوست داشتیم یوتیوبر شیم. ولی خب دلیل اصلی یوتیوب برای ما ایرانی‌ها حداقل حتی اونوریا پوله. چون ناکنی همه یوتیوبرها وقتی شروع میکنن پول ندارن. یوتیوبر پولداری که میاد تو یوتیوب فقط عشق یوتیوب داره، که اونم وقتی توی ایران درآمد یوتیوب قطع شد همه فهمیدن همه به خاطر پولش رو یوتیوبن. ولی جدای از پولش واقعا بچگی دوست داشتم از اینکه جلوی دوربین باشم، یه روز خدا بخواد آدم معروفی بشم. همه اینا جزو آرزوام بوده. بچگی کلا دو تا آرزو داشتم. یکیش بازیگری بود که هممون وقتی بچه بودیم دیگه دوست داشتیم بازیگر باشیم. یکیش هم این بود که بتونم یه ادیتور باشم. ادیتور رو تا یه جاهایی رفتم، کاور آرتیست شدم، برای آرتیست‌های بزرگی مثل حسین تیم، حسام تیم کاور زدم. با خیلی دیگه کار کردم، الان حافظم قد نمیده. خدا رو شکر تو اون کار حدوداً موفق بودم. بعد دیگه یه جا به بعد فهمیدم واقعا اون بازیگریه یا یوتیوبر رو خیلی بیشتر دوست دارم. وقتی بچه بودم یه بار بغل بازیگری، دو بار بغل بازیگری رد شدم. یه بار تو مدرسه بودیم، یه تیم کارگردانی اومدن برای چه فیلمی، مغزهای کوچک زنگ زده. بازیگر نوجوان میخواستن برای یه سکانسی که تو مدرسه بود یا یه همچین چیزی، ولی ما رو قبول نکردن. یعنی چند تایمون رو بردن ازمون تست گرفتن، قبول نکردن. حالا دلیلشو نمیدونم چرا. دنبال این بودن یکی از ما داغونتر پیدا کنن دیگه. ما اونقدری که باید داغون نبودیم. یه بارم سر یه فیلمی بود، یه جاهایی رفته بودم، خیلی بچه هم بودم، فکر کنم 12 سالم اینا بود. یه جاهایی رفته بودم، ثبت نام کرده بودم، فرم پر کرده بودم. یه بار بهم زنگ زدن گفتن که برای یه فیلمی که بازیگر کی توش بود، مهران مدیری اگه اشتباه نکنم، یه فیلمی بود که مهران مدیری هم توش بود، بازیگر میخواستن. گفتن ساعت 4 صبح باید فلان جا باشید. ما هم حالا تهران نبودیم، رباط کریم بودیم، یه 40 دقیقه‌ای با تهران فاصله داشتیم. یعنی اگه میخواستم 4 صبح اونجا باشم باید حداقل 3 راه میافتادم. منم که 11-12 سالم بود و خودم که مثلا نمیتونستم اون موقع اسنپ و اینام به بچه 10-11 ساله نمیذاشتن بزنه ساعت 3 صبح بره تا جایی. به بابام گفتم بابا منو برای یه فیلم میخوان که مهران مدیری هم توشه، ولی باید ساعت 4 صبح اونجا باشم برای تست بازیگری و اینا، میبریم و اینا. بابام خیلی به توخم گفتش نه نبردتم. یعنی کار دیگه هم نمیتونستم کنم. الان شاید به یه بچه 12 ساله بگی بابات نمیبرتت، خودش یه اسنپی چیزی بزنه بره، ولی اون موقع من تنها راهم بابام بود که نبردتم. بچگی حس میکنم اونا میتونستن موفقم کنن اون دو تا اتفاق، ولی خب نشد. الان دیگه فقط برام یوتیوب مونده. یعنی اگه تو یوتیوبم نخوام فعالیت کنم، نتونم موفق شم، دیگه ریدم به قول خودمون. سر همین مجبورم فعالیت کنم که به خواسته‌هام برسم. حالا جدای پولی که قراره توش در بیاد ایشالله. خودم واقعا آرزوم بود همیشه یوتیوبر شم. چرا؟ چون نتونستم بازیگر شم. یعنی شاید میتونم همین الانم برم فرم و اینا پر کنم بازیگر شم، ولی دیگه حال نمیده. دیگه از یه جایی به بعد بزرگتر که شدم دیدم با اون بازیگریه حال نمیکنم. بیشتر یوتیوبر رو دوست دارم. یعنی بیشتر دوست دارم مثل سرویس باشم تا براتید یه همچین چیزایی، هرچند که اون معروفیتش بیشتر و اینا، ولی خب یوتیوبر رو بیشتر دوست دارم. خلاصه که این ویدیو میدونم باید اولین ویدیو میشد، الان دیره برای این ویدیو، یا شاید حتی باید دیرتر بذارم بعد اینکه معروف بشم بیام راجع به این حرف بزنم. ولی خب دلی دوست داشتم این ویدیو جزو اولین ویدیوام باشه. 2-3 تا ویدیو دیگه آماده دارم، ولی خواستم اول از همه اینو بذارم که یه سری توضیح داده باشم، یه شناختی حداقل داشته باشیم، بدونیم قراره، یعنی بدونید قراره ویدیوهای کیو ببینید. یه سری سوالم گفتم تو ناشناس ازم پرسیدن، تو چنل تلگرامم گذاشتم گفتم ازم سوال بپرسید تو ناشناس.
سوالا اکثرا زیاد ربط ویدیو نداشت. پایینش نوشتم برای ویدیو یوتیوب میخوام که شاید سوالای بهتری بپرسن که بازم سوالا اونقدر ربطی نداشت. یکی از سوالا این بود که چند سالمه. من متولد 13 آذر 84م، یعنی حدوداً 20 سالمه. فکر کنم 2 ماه یا 3 ماه یا 4 ماه دیگه میشه 21 سالم. خیلی دوست داشتم زودتر از اینا شروع کرده باشم، یعنی دوست داشتم وقتی توی این سنم دیگه حداقل به یه پولی، یه معروفیتی رسیده باشم. ولی خب هممون این کمالگرایی رو داریم که شروع نمی کنیم، وای میستیم، دیر میشه. الان ولی خدا رو شکر راضیم، هنوزم اونقدر دیر نیست، تو سن خوبی دارم شروع میکنم. ایشالله که موفق شم و بتونم باعث سربلندی خانواده، رفیقا، کسایی که این همه سال بهشون گفتم میخوام همچین کاری کنم، حمایتم کردن. امیدوارم بشه اون روزی برسه که موفق شدم بیایم دوباره این ویدیو رو ببینیم بخندیم. چون همه یوتیوبرها یه همچین ویدیویی دارن دیگه. مثلا مسترویس یه همچین ویدیویی رو فلان سال آپلود کرده بود ولی پرایوت تور تازگی‌ها دادتش بالا. دوست دارم به اون معروفیت برسم و این ویدیو تو چنلم باشه، بیام اینو ببینم. از سوالایی که پرسیده بودید یکیش این بود که چند سالمه، که گفتم 20-21 سالمه. یکیش این بود که تو رابطم. نه تو رابطه نیستم، فعلا هم نمیخوام برم تو رابطه. چرا؟ چون که به نظرم وقتی داری سمت یه کاری میری، تو رابطه بودن اشتباه، اذیتت میکنه و اینا. البته بستگی داره، بعضی آدما تو رابطه میسازن و اینا، بیشتر حتی شاید رابطه باعث موفقیتت شه دیگه. ببینم سوال چی پرسیده بودید. مثلا بیشترین سوالی که پرسیدید، 10 نفر سوال پرسیدن حسویام قبل آلبوم حسام میاد یا بعدش. تو رو خدا حسویام کی میاد داش صبحان؟ اکثر سوالا اینه. حسویام ترک حسینه، من نباید راجبش حرف بزنم ولی اجازهشو ازش گرفتم، گفته احتمالاً بعد آلبوم حسام بیاد. یعنی ازش پرسیدم، گفتم همچین سوالی پرسیدن تو ویدیوم جواب بدم؟ گفت آره ولی اونقدر مشخص نیست، احتمال زیاد بعد آلبوم حسام. اینم گفتم جواب داده باشم دیگه. سوال آنچنانی نپرسید، اکثرا همش همین بود. یه سری ویدیو هم توی ماشین گرفتم تو راه رفتن و اومدنمون، چون الان شمالیم، ما خودمون تهران زندگی میکنیم ولی الان با بچه‌ها اومدیم شمال. گفتم خیلی به نظرم خیار بودین که بخوام ولاگ شمال اومدن رو بگیرم، چون اکثرا همه گرفتن. تصمیم گرفتم، چون کار جالبی هم نکردم تو این شمال که بخوام ویدیوشو بگیرم، تصمیم گرفتم حداقل این ویدیو رو گرفته باشم که هم از این مسافرت یادگاری بمونه، هم کلا تو چنلم نیاز داشتم به همچین ویدیویی. خلاصه که یه سری ویدیوهام گرفتم تو ماشین با بچه‌هاست، اونام چیزای باحال داره، داریم آهنگ گوش میدیم و حرف میزنیم و اینا. اونا رو هم به این ولاگ اضافه میکنم که خیلی خشک و خالی نباشه. شاید مثلا وسط حرفام بذارم، شاید هم آخر حرفام، شاید اول حرفام. خلاصه که احساس میکردم یه همچین ویدیویی تو چنلم نیازه که بدونید حداقل من کیم. اگه 1% کسی خواست دنبال کنه ویدیوامو ببینه، بدونه من کیم، چه جور شخصیتی دارم. همین. اگه 1% با ویدیو حال کردین، لایک، کامنت، ساب فراموش نشه. ایشالله روزی برسه که ما هم موفق شیم هممون. دوستتون دارم. فعلا. چقدر راحتن این بچه های اسپانیا. دپورته که لکورته. رپر اسپانیایی رو بردیم براتون. یه بار دیگه. چقدر تو آفتاب رسول الله دارم عرق میریزم. آفتاب. ببین گرما رو میخوای بگی نه و بیرون نشون بده، اینجا رو نشون بده که من وضعیت باخت. Cambia la papilla mala patia. Ala que cambia mala patia cambia. Apa la katata ala matika bapa. कर दिया तो घोड़ दे Zatam zire, studio apati, ada budan.
وقتی رو تایپ بیتی و باز وایپ کنی روی الفه هایپ کنی یادگانه یکم سر بیت می شکست لژند بود آجی اون صحنه. آجی یه دفعه دختره بهم گفت فیدیشت چیه؟ گفتم من فیدیش ندارم راحت گرمه سگ گرمه خیلی گرمه نگاه آفتاب چجوری گرما رو نگاه کنن هاجی میشه من بگی آفتاب دیگه آفتاب مشخصه آفتاب که 4 فصل سال هست مرد حسابی نگاه گرمه آفتاب پس گرمه بچه شما الان از تصویر فهمیدید گرمه دیگه پس ها این چرا این وره شما از تصویر فهمیدید گرمه بلاکات زیاد داره احتمالاً مثلا 20 دقیقه همین الان یه کات داره جلو میاد عقب آره اینو نمیرفتیم شاید از خودتون بپرسید اینجا کجاست و اینجا چیه چیه اینجا کجاست و اینجا چیه اینجا تو آبش آب ترپ یعنی آب ترپ یعنی بری تو تراپی میشی برای تو نه ترپ میشورد میگم بو گرد میده گوه گرد واقعا بو گوگرد میداشی نه اصلا من آقا شروین نه همونه شروین جان یه لحظه بگیر اینجا وی آی پی ها ببین نگاه در بازه قراره باز کنن دادیم آقا پول نمیشه در بسته است قراره همون بیاد باز کنه سلام عمو دمت گرم بله میگم آقا از همون بپرسم این آب درمانی درمان میکنه یا نه ناموسم بگو اما مثلا این فیلم تصفیه شما اینتون بمونیم ببینیم چیا رو درمان میکنه گوشا رو یا ابوالفضل هارواره است یا ابوالفضل بده این چیه داداش کوکیو بچه آره بابا این کوکی موز شکلات فکر کنم رژیمی نمیدونم سیسش میخوره رژیمی همین باشه شیرینی ها نیست تو جشن ما زشته میخورم غم نخورم بنازم آفشم بده من بخورم بخورم بنازم دیگه بخوردی بنازم میگه که شما دیگه بخوردی آقا صبحان با عرفان آقا عرفان بخورن آقا عرفان بخره انگار من بخرم ای من خاک با بله اینی که من دارم بخرم هیچکی نه بخره لیگش با شما فرق میکنه فرق وکوله این فرق ای فرق وکوله او فرق وکوله شغل تلخش زیاد من نگاه این که بله نفر یه دونه دارید تو هم میتونید بنازم این که اینو بیا اینجا من خیلی من عاشق طعم قهوه‌ام بسته به نظرم منم چوسی او حاجی عرفان خیلی اوکی بود حاجی بیدار شدم میخوام پرواز کنم حاجی عجب قهوه‌ای بود نکنه تو شربت متادون دست ریخته تا رو بودن. لنز بردار اول نکنه شیرینی خیلی تلخ است شاهم حسام شیرینیه شروین بعید میدونم رژیمی باشه آره من واقعی گفتم اکی تا حالا شکلات رژیمیه هیچ رژیمی توی این وجود نداره موندیال همه اینا رو درست میگن اول فصل انگار رفتی چیز انگار رفتی حجامت حجامت من این سنگکلیه رو اوکی میکنم هتل کوست یعنی چی؟ عجب خب بس شد اوه شروین واسه میشه باید سریع قطع کنم ویدیو رو چون کپی رایت خار مادره چرا